چی تا کی منتظرش بشینیم؟ نفهمیدی که چی کار داشت؟ چی میفهم؟ چیزی خو نگفت. گفت که تا که میم شما هم اینجا باشی نرین خانه. رفیق اینجا بشی. بیا تو اینجا بشی. رفیق بیا اینجا بشی. خودت باش سر جایت. شما از این گپ وضعیت خبر داشتین ولی برای ما چیزی نمیگفتین. درست است؟ کدام گپ رئیس صاحب؟ همین گپه که سلیم قمار میزنه و فاسخه داره. این گپ کی گفته رئیس صاحب؟ مهم نیست که گفته کی نگفته. مهمی است که شما خبر داشتین یا نه. من خبر نداشتم رئیس. دروغ نگو. انور نگفت کل همسایه دکانا و رسته خبر دارن که سلیم چی کار میکنه؟ رفیق طرف مسایکو. سلام علیکم. خیریت؟ خیرت. من شما را مثل اولادم و بیادرم میدانستم. رئیس راست چه بگویم که یک چیزایی شنیده بودم ولی تا آدم به چشم خود نبینه نباید سر گپ کس اعتماد کنه. نمیری؟ کجا؟ خانه دیگه. خدایا خداوند عدالتت نمیخوای، فقط خواهان رحمت و بخششت هستی. گناه خورده بزرگ ما به پیشگاهی تو به حساب است. پروردگارا چی دارم که لیاقت بندگی تو را داشته باشه جز روی سیاهی، تغافل، فراموشی و بی‌اطاعتی. اما چیزی دارم که تو از بنده‌هایت خواستی، همون چیزی که نداری و از ما خواستی. عجز و احتیاج ماست. بله بنده‌های به این صورت به تو روی میارن و بس.
بنده های درگز نمیفهمن که در او بالا چه تحولات صورت میگیره. تو هرچی بخوایی میکنی و به هر کسی هر مقامی که بخوایی میدی. یکی را به خاک میشونی، یکی را به تاج عظمت میرسونی. من از جمله بنده های روی سیاه دستم و غافل از وظیفه. حال به یاد تو افتاده مایی واقع چشم ما باز کرد. نمیفهمم چی منظوری از اقا معما داری. شاید کار به خاطر برای آوردن و باز کردن چشمای ما باشه. پروردگارا، من از بنده‌ای نیستم که به خاطر احتیاج بندگی میکنه و چون به خواستشون رسیدن نه تنها که فراموشت میکنن بلکه به ضد تو کارهایم میکنن. پروردگارا، این دستیزه بسیار بزرگ است اما فقط با ما، نه به تو که خداوند هستی. دست تو قوی ترین دست هاست و چه آسان عاجزا را دستگیری میکنی. پروردگارا، کاری که پرده غفلت از مقابل چشمای پدرم دور شد و حقیقت آشکار شد. پروردگارا، این کار فقط از دست تو میایه و بس. رضیه جان، قدر نارامی نکال، پدرم میای و همه چیز معلوم میشه بخیر.